هلو گایز، چطوری؟ من علیاردی و اینجا نقطه صفر. خیلی خوش اومدین به یوتیوب چنل از بنده حقیر. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. الان ساعت 6:30 صبح و 5 صبح بیدار شدم و پارت اول طبق معمول همیشه و یه سری توضیحات جدید میخوام بهتون بدم. از الان به بعد داخل آب یخ که داریم میریم قراره یه سری کار جدید انجام بدیم. بازی یا اینو یادم شد بهتون بگم. روز 9 بازی. حالا هر هفته کار مختلف انجام میدم، ولی خب هم قراره بازی بکنیم، هم قراره که به سری تئوری که نه، به سری از پرونده های دارکی که توی مشهد اتفاق افتاده. ما صحبت هم با شهر خودمونه، یعنی پرونده های عجیب غریب زیاد داریم توی این شهر. به اونها رسیدگی کنیم و در مورد اونها صحبت کنیم. زیاد تایمتون رو نمیگیرم، بریم که یخ بریزیم و بریم تو آب یخ. برو بریم. خب دیگه برو بریم. وای این چه استایلیه، چه شلوارکیه. وای اصلا قابل درک نیست برام. تو این شکلی نیستی. وای کمرش هم داره میفته خدایا. خب بچه ها، اینجا شروع کردم کارمو به پشت گوش انداختن و این پارت متاسفانه من مدیتیشن انجام ندادم تو این روز و پارتی به عنوان مدیتیشن نداریم و همین دیگه. ساری. رئیس این بدن این نیست، منم. هلو گایز، امیدوارم که میکروفون وصل باشه، نیاز نباشه دوباره بخوام رکورد کنم. من علیاردی و اینجا نقطه صفر. حالا پشت بوم خونه طبق معمول همیشه و پارت ورزش از روز 9. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، میرم که ورزشمو بکنم. بچه‌ها از ورزش یه ستشو میذارم. من 3 تا ست قراره انجام بدم ولی یه ستشو میذارم چون اسم کنم تکراری میشه براتون و زیاد جالب نیست. ببخشید اینک زدم، آفتاب مستقیم تو صورتم داره میزنه و میریم ورزش میکنیم دیگه. خب 20 تا تکرار. میریم بالا میایم پایین. برو بریم.
اوکی 20 رو رفتیم. 15 تا تکرار. حرکت بعدی. چرا دوربین کجه؟ خب 15 تا تکرار. خب این هم 15 تا تکرار. بریم ببینیم حرکت بعدی چیه. خب 40 ثانیه شولدر تپ. برو بریم. خب 40 تا تکرار. 20 تا تکرار. جامپ لگه اگر اشتباه نکنم. اسم درستشو نمیدونم ولی خب میزنیم. شما هم همون چیزی که من میزنم و بزنین. برو بریم. اینا بیست. خب حرکت بعدی 15 تا تکرار. برو بریم. این آخرین حرکت بعدی. همین چرخه رو ادامه میدیم به مدت 3 تا ست. دیگه به بعدش براتون ویدیو نمیگیرم. برو بریم. خب مرسی بچه که این بخشم نگاه کردین. من ویدیو رو پاز میزنم و خودم این 2 ست دیگه رو میزنم و های بچه ها چطوری؟ من علی آردی و این پارت تحلیل کتاب از روز 9. خب از اونجایی که بهتون توضیح دادم تو پارت های قبلی که شرایط خونه فرق کرده بود، لو و ویل ارتباطشون دیگه عوض شده بود. ویل سر خر صداش میزده و لو با همون الفاظی که باش برخورد میکرده. یه جورایی ویل واسش جالب بوده که دیگه یه کسی هست که در برابرش مقاومت نشون بده یا نادیده نگیره رفتارشو و جوابشو بده. میگذره و بهش میگه که آره بیا با هم دیگه فیلم ببینیم. ویل به لو میگه و لو برمیگرده میگه که نه من علاقه ندارم فیلم با تو ببینم. برمیگرده میگه این یه دستوره و باید با من فیلم ببین. اشاره میکنه به مبل آخر اتاق و بهش میگه که باید با هم دیگه فیلم ببینیم. وای گایدی آقا گایدی با اون صدای چیزت. حالا اومدیم ویدیو بگیریم، حالا برای ما صدا رو و حالا کار ندارم. میگذره و ای کیف کفش بچه ها لوازم التحریر همه تو کونه اون یارو لاشی که من دارم ویدیو میگیرم ای سر صدا میکنم. خب بعد بچه ها داشتم میگفتم بهش میگه باید فیلم ببینیم با هم دیگه و قبول نمیکنه و بهش میگه که این یه دستوره و میشینن شروع میکنن با هم دیگه به فیلم دیدن و میگه فیلم ایرانی فیلم چیزه بعد میگه نه خارجی و فرانسوی و اینا کار ندارم. وای خدا. میشینه شروع میکنه باش به فیلم دیدن. 20 دقیقه اول فیلم هیچ علاقه‌ای به دیدن فیلم نداشته ولی بعد از 20 دقیقه میبینه که داره واسه شخصیت اصلی داستان گریه میکنه. چشم هم میزنه میبینه که شب شده و ویل ازش شروع میکنه بعد از اینکه فیلم تمام شده ازش میپرسه خب چطور بود. برمیگرده میگه 20 دقیقه اول هیچ علاقه‌ای نداشتم
ولی بعدش اصلا نفهمیدم چطوری شب شد. ازش میپرسه که تو چه کاری انجام میدی، اصلا رویه زندگی چطوریه. و واسهش جالبه آدمی که حتی واسهش مهم نبوده که حضور اون شخص تو اون خونه، الان ازش داره در مورد شرایط خودش و زندگیش ازش سوال میپرسه. بهش میگه کار خاصی انجام نمیدم و هر از گاهی یه مشروبی میخورم، میرم بار مشروب میخورم، تلویزیون نگاه میکنم و یه سری کارهای روتین ساده. اینجا تموم میشه، کات میخوره، میریم به روز جمعه. روز جمعه قرار بوده که ویل وقت بیمارستان داشته، بعد میرفته چکاپ و خیلی پر استرس بوده لوکه، چون یاد نداشته با صندلی چرخدار کار کنه و کارا رو نمیتونسته تنهایی انجام بده. ولی آه خدا، ویدیو گرفتن از همه چی بچه سخت داره. من فکر کنم کار آسونیه، یوتیوبری آسونه، آره خیلی ایزیه، ولی آره چونتون پاره میشه به نظرم نشین. و آره دیگه میبرنشو، میخوام ببرنشو اونجا، یکم استرس داره و زیاد وقتتون رو نگیرم، زیاد اتفاق خاصی نمیافته، میرم بیمارستان و همه چی اوکی. اینجا دیگه کتاب تمام میشه. بوس بهتون، مراقبت کنید، مرسی که چنل رو ساب، کامنت و لایک میکنید. بوس 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 بوس.